دوستان عزیز سلام. در شبکه راهنما مبارز احدов ҳастам. پس از پیشنهاد نمودن تلفن‌های موبیل بهر مهاجران، به خلاصه اومدیم که مهاجران زیادتر توجه داشتند به تلفن‌هایی که نرخشان از 10 تا 15 هزار می ایستاد. این البته انتخاب خوب است، چون که در بین این نرخ‌ها در حقیقت تلفن‌هایی هستند که ضریت را خوب می‌دارند، کامری خوب دارند، پامیتشان خوب است و پروسسورش هم بهترین است. از همین سبب ما به خلاصه اومده از بین اینها یک چند نمود تلفن‌ها رو سنجیده دیدیم و خواستیم امروز توپ 5 تلفن‌های بهترینی که نرخشان از 10 تا 15 هزار می ایستد پیشنهاد شما نماییم. ما رو تا آخر همراهی کنید. دوستان عزیز، ما یک چند تاکسی ها رو هم سنجیده دیدیم که در بین آنها جای یکم رو تاکسی های اکای محیدین اشغال نمود که طول سال هاست مهاجران رو با نرخ‌های ارزان و معامله خوب به سرحد قزاقستان برده می آورد. حتما مراجعت نمایید. در جای پنجم گذاشتیم Xiaomi Redmi 5 Plus پامیتش 64 گیگابایت رو. کامری اساسی 12 مگاپیکسل، معاین کردن سین سال از روی آدم و автофокус دارد. اپراتивní پامیت 4 گیگابایت. اویدی зарядش گپ ندارم، چون که باتریش 4000 میلی آمپر چسب بوده، 2 روز заряд رو با استفاده اینترنت می‌دارد. اگر خاموش نکرده گپ زنید تقریبا 33 ساعت. از روی گفته سازندگان این تلفن در رژیم اجدانی تقریبا 17 روز заряд رو باید دارد. به خانه‌تون اگر تلفن خریده روان کردنی باشید، همین تلفن رو توصیه می‌دهم که در شرایط ما درست می‌گیرد. پروسسورش Qualcomm Snapdragon 625. چنین پروسسور رو اساساً در تلفن‌هایی که نرخ خیلی گران دارند می‌گذارند. این به معنی که بازی‌های وزنی رو می‌بردارد و در منتج هم شخ نمی‌شود. Redmi 5 Plus 464 در 39 14990 روبل می‌ایستد. در ما باشد 11200 روبل. به تمام تریتوری فدراسیون روسیه دستافکا هست. در جای چهارم تلفنی که خودم استفاده میکنم گذاشتیم. این Honor David Lite. این تلفن صاحب دو کامera در پیش 5 مگاپیکسل و دو کامera در قفا 13 مگاپیکسل هست. یک کامera اساسی دیگرش برای автофокус استفاده می شود. تلفن فول HD سیومکا میکند و 30 کادر در یک ثانیه میگیرد. پامیتش 32 گیگابایت، اپراتивní پامیت 3 گیگابایت. این تلفن رو یک سال زیاد می شود که خودم استفاده می کنم و تا حال یگان کمبودیش رو ندیدم. قسمی زیادی ویدیوها رو با این تلفن حتی من مونتاژ می نمایم که خیلی خوب کار می کند. باتریش 3000 میلی آمپر چسب. اگر Honor David Lite رو فعال دوام روز استفاده کنید، یک شبانه روز یا شاید کمی زیادتر هم заряд رو دارد. نرخ تلفن در مغازه ها از 13 تا 15 هزار روبل می ایستد. در ما باشد 11 هزار روبل. تا آخری همین ماه دستاف که همین تلفن بپول کوشش کنید تا دیر نکنید. در جای سوم Samsung J6 2018. از گفته بالا سال برداشت تلفن رو خود درک کردید. در اکران یگان کناپکا دیدن نمی شود. جای ادپیچت پالس در پهلوی کامera جایگیر بوده. نمود تلفن یعنی دیزاینش خیلی زیباست که به من هم پسند آمد. عادتا تلفن‌هایی که دیزاین زیبا دارند کامراشون هم خوب می آید. کامرای Samsung J6 13 مگاپیکسل بوده، رسم رو خیلی خوشرو میگیرد. باتریش 3000 میلی آمپر چسب. اگر تلفن رو خاموش نکرده گپ زنید تقریباً 21 ساعت دوام میکند. این تلفن رو اساساً برای راننده ها زیادتر توصیه میدم که ناویگاتورش نسبت دیگر تلفن ها فعالتر کار میکند. خیلی میبینید نرخ این تلفن در مغازین 15490 روبل. در ما باشد 11790 روبل میایستد. Samsung A6. این تلفن رو کمپانی سامسونگ یک از تلفن‌های دسترس برای مردم می‌حسابد. کامری اساسی 16 مگاپیکسل. این تلفن رو برای شخصانی که زیادتر سلفی کردن رو دوست می‌دارند توصیه می‌دم، چون که کامری پیشش هم 16 مگاپیکسل است. پامیتش 32 گیگابایت. این مارکه تلفن صاحب سه رنگ، سیاه، طلا رنگ و کبود است. گنجایش باتری 3000 میلی آمپر چسب. اندرویدش 8. نرخ این تلفن در مغازه ها 15990 روبل. در ما باشد 12290. سالهای اخیر کمپانی سیائومی تلفن های پرقوت را با نرخ های دسترس و ارزان در بازار جهانی پیشنهاد ساخت. این کار با فروش تلفن های برند یعنی سامسونگ و آیفون به تاثیر نماند. کمپانی سامسونگ این را به نظر گرفته مقابل کنکورنت خود
ба наздикӣ телефонҳои A20, A30 ва A50-ро ба монанди телефонҳои Xiaomi бо функсияҳо ва батареяи хуб ва нархи арзон ба фурӯш гузошт. аз байни ин телефонҳо A30-ро мо дар ҷойи якум гузоштем ва ҳоло каме дар борааш маълумот хоҳем гуфт. оиди Samsung A50 бошад, дар оянда маълумот хоҳем гуфт. Samsung A30 дизайни хеле зебо дошта, ду камера дар қафо 16+5 мегапиксел, дар пеш як камера ки ин ҳам 16 мегапиксел аст. памяташ 32 гигабайт, оперативни памят 3 гигабайт. ғунҷоиши аккумулятораш 4000 мАч ки барои телефонҳои имрӯза хеле хуб аст. намуди экран Super AMOLED диагонал 6.4 дюйма ки дар ин нархи дастрас соҳиби чунин намуди экран доштани телефонатон ин худ як ғолибият аст. экрани AMOLED ин худ беҳтарин экран буда ва хеле рӯшан нишон медиҳад. баъди истифодаи ин телефон фаҳмидам ки компанияи Samsung дар ҳақиқат муқобили конкуренти худ кӯшиш карда ва телефони беҳтаринро пешкаш сохтааст. нархи ин телефон дар мағозаҳо 15900 рубл, дар мо бошад 13990 рубл меистад. барои харидории телефонҳо метавонед ба ин рақам ё тариқи WhatsApp муроҷиат намоед. ин буд топ 5 телефонҳое ки мо баҳри шумо пешниҳод намудем. акнун интихоб аз шумо. хариданӣ бошед, марҳамат ба ин рақамҳо ё ин ки тариқи WhatsApp муроҷиат намоед. мо дар хизмати шумо ҳастем. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда. худо нигаҳбон. خواستم شما رو با سرپرست همین نوار آشنا بسازم. این هم شرکتی دوا است که با داروهای گیاهی که بهترین هستند مشهور گشتند و بسیار مهاجران علاقه این شرکت رو خوب میشناسند و همیشه با او سر و کار دارند. این شرکت داروها برای پروستاتیت، برای خنک‌زدگی، برای مقاومت نمودن مردانگی، برای رساندن کرم و پارازیت ها از داخل انسان، برای فربه شدن و بسیار داروهای خوب رو هم که از جمهوری های عربی، از دولت های عربی آورده می شود می فروشند. و این رقم هایی که در پایان می بینید در نوار حتما زنگ زنید و این شرکت با تمام شهر و اوبلاست ها با کجایی که خواهید با شما داروها رو طریق پشت روسیه روان می‌کنه.